سلام، خسته نباشید. امروز میخوایم با هم دور 2 فرمونه رو انجام بدیم. راهنما رو پایین میزنیم، دنده 1 فرمون رو کامل میچرخونیم، آینه رو نگاه میکنیم، شروع به حرکت میکنیم، ایست 30 درجه در نیم متری، عقب رو نگاه میکنیم، بعد ماشین نبود دوباره حرکت میکنیم، مثل دور 1 فرمونه وسط خیابون نگر میداریم، سمت راست رو نگاه میکنیم، بعد سمت چپ رو نگاه میکنیم، ماشین نبود دوباره حرکت میکنیم تا زمانی که برسیم به جدول، بعد نگر میداریم دنده عقب، فرمون کامل به سمت راست، دنده عقب میاییم، از آینه ها نگاه میکنیم که به چیزی نخوریم، جلو رو هم نگاه میکنیم. وقتی جدول جلویی دیده شد یا ماشینمون چرخید به سمت چپ، دنده 1 فرمون کامل به سمت چپ، بعد حرکت رو ادامه میدیم. وقتی ماشینمون صاف شد توی خیابون یا کوچه، فرمون رو 2 دور برمیگردونیم، صاف میکنیم و حرکت میکنیم.